دوستان عزیز، بهتون پیشنهاد میکنم برین طبیعت، از انرژی طبیعت استفاده کنید. روی زمین بنشینید، اجازه بدید که انرژی از زمین وارد شما بشه. به درخت تکیه بدید، انرژی درخت رو دریافت کنید. پاتون و بدنتون رو توی آب فرو کنید، اجازه بدید انرژی آب وارد بدنتون بشه. پا برهنه روی چمن راه برین، روی خاک راه برین. تمام اینها عناصر طبیعی هستند که سرشار از انرژی هستند و قبلا گفتم هر کدوم انرژی مخصوص به خودشون رو دارن و شما میتونین به عنوان کمک برای دریافت انرژی از این عناصر طبیعی که خداوند در اختیار ما به رایگان قرار داده استفاده کنید. از انرژی خورشید، از انرژی آسمون، ستاره ها. با نگاه کردن شما میتونید انرژی دریافت کنید. مثل این میمونه که با اون انرژی ارتباط برقرار میکنید. عاشقانه به طبیعت نگاه کنید. عاشقانه قدم در طبیعت بگذارید. بذارید تمام این انرژی ها وارد بدن شما بشه و بتونید از این انرژی ها نهایت استفاده رو ببرید. بعداً در مورد انرژی های طبیعت و عناصر طبیعی بیشتر باهاتون صحبت میکنم.